خوب دقت کنید ببینیم این داستان گرونی بنزین که احتمالاً دوباره هم صورت میگیره و تو سال 98 اون اتفاقات افتاد. وقتی تو زمان محمد رضا شاه پهلوی به وجود میاد چه اتفاقی میفته و مردم چه میکنند؟ به قول شاه آخه چقدر دیگه به مردم سرویس مفت و مجانی بدیم. در ادامه بیایید ببینیم شاهی که اتفاقا خیلی هم مذهبی بود و کلی بودجه واسه اماکن مذهبی صرف میکرد و اتفاقا ویدیوش رو تو قسمت اول یادداشت‌های علم ساختیم و میتونید تماشا کنید. اگه بین سنت ایرانی و مذهب اختلاف میشد واسه کدومش اولویت قائل میشد و در کل شاه مذهبی تر بود یا ملی‌گراتر، به کدوم اولویت میداد؟ در آخر هم به خاطر یه نزدیکترین شخص به شاه اشاره میکنیم که به شدت متعجبه از اینکه شاه چطوره که بعضی وقتا خیلی باهوشه و چرا یه دفعه انقدر ساده لوح میشه. با ما همراه باشید. میخوایم اون چه در زمان پهلوی در دربار میگذشت و مو به مو توسط کسی که تو تمام رویدادهای اون موقع حضور داشته به شکل قسمت به قسمت ارائه کنیم. منبع ما چیه؟ اسدالله علم، نزدیکترین شخص به شاه. این تنها راه برای سفر به دربار پهلویه. برای دیدن همه قسمت‌هایی که منتشر خواهد شد و منتشر شده حتما سابسکرایب کنید. علم تو این قسمت خاطراتش به داستانی اشاره میکنه که خیلی شبیه به امروزه و اون بالا بردن قیمت بنزین تو سال 43 توسط حسن علی منصوره که خلاصه مواضع منصور خیلی شبیه امروز هم بود. مثلا اینکه برای توسعه باید قیمتا گرون بشه یا اینکه این قیمتا واقعی نیست، قیمت واقعی بالاتر از این حرف هاست، یا اینکه پول نداریم و دچار کسری بودجه ایم. اینجا رو توجه کنید، از همه جالبترش اینه که مقامات اون موقع مثل روحانی گفتن شنبه صبح فهمیدیم قیمتا جابجا شده. البته این قضیه رو اونا راست میگفتن، چون که این رو میشه خاطرات وزیر اقتصاد اون زمان علیخانی متوجه شد. علیخانی میگه روز بعد گرونی که مردم رفتن جلو پمپ بنزین دیدن که نرخ بنزین 2 برابر شده. خوب به خاطر دارم که مرحوم سرلشکر پاکروان که رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور بود گفت من میخواستم به جایی برم و راننده‌مو فرستادم که ماشین رو بنزین کنه و بعد بیاد منو ببره. برگشت و سراسیمه به من گفت که نرخ بنزین 2 برابر شده. من که رئیس سازمان اطلاعات امنیت کشور بودم هیچ خبری نداشتم که شما چنین کاری میخواید بکنید. دقت کردید وزیر اطلاعات اون موقع داره میگه که من خبر نداشتم از اینکه بنزین گرون میشه، به قولی همون صبح شنبه فهمیدم. اما این داستان بنزین یه فرق بزرگ داره. حادثه‌ای که الان اتفاق افتاد با اون چیزی که در گذشته اتفاق افتاد. تو دولت منصور اون زمان اعتصابات فلج کننده و اعتراضهای زیادی شکل میگیره و خلاصه اینکه دولت منصور آخر سر دستور عقب نشینی صادر میکنه و قیمت سوخت ناگهان قبل باز میگرده و آخر سرم خود حسن علی منصور تو بهمن 43 توسط محمد بخارایی به ضرب گلوله کشته میشه. علم تو خاطرات سه‌شنبه 27/12/47 میگه صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه درباره شهناز دخترشان اظهار نگرانی میفرمودند که نامزد خودش را رها کرده. فرمودند این دختر دارد دیوانه می شود و دیوانه است، به افکار مالی خولیایی دچار شده. عرض کردم زیادی باهوش است. فرمودند اگر چیزی که تو میگویی هوش است عین دیوانگی است. بسیار ناراحت شدم. علم در ادامه میگه گرون شدن قیمت آب را عرض کردم. شاه فرمودند آخر مملکت تا کی میتواند دائما سرویس مفت و مجانی به مردم بدهد؟ آخر باید کاری کنیم تا کشور توسعه پیدا کند و برای توسعه پول لازم است. عرض کردم به هر حال 70% قیمت آب رو بالا بردن صحیح نیست، مثل بالا بردن قیمت نفت تو زمان مرحوم یا غیر مرحوم منصور می شود که بالاخره به قیمت جان او تمام شد. علم در ادامه میگه شاهنشاه به عرایض من توجه نفرمودند و من ناراحت شدم. مجددا فردا این مطالب را عنوان خواهم کرد. تا کی می شود به مردم بی‌اعتنا بود؟ این دولت احمق نمیداند چه می کند. خاطره بعدی علم نکته خیلی مهم در مورد همین بحرینه که در موردش حرفای زیادی هم زده میشه و اصل ماجرا در واقع گفته نمیشه. نکته اصلی معامله برای بازگردوندن 3 جزیره استراتژیک تنبها و ابو موسی با بحرین بود، چون اون موقع تحت حاکمیت ایران نبودن و در واقع با بحرین معامله شدن. علم در این باره میگه بعد از ظهر با سفیر انگلیس ملاقات داشتم، در خصوص بحرین و جزایر خلیج فارس بود. خلاصه این که ما میگوییم اگر مسئله بحرین حل بشه باید جزایر ابو موسی و تنب که مال ماست به ما برگردد. سفیر میگفت این 2 مطلب با هم بستگی ندارند.
به عقیده او جزایر تام را می توانیم با آسانی پس بگیریم، ولی ابو موسی حرف دیگری است، زیرا خیلی به ساحل عربستان نزدیک است. گفتم نزدیکی به ساحل که تولید حق برای آنها نیست و سلب حق از ما نمی کند و به هر حال شاهنشاه دست بر نمی دارد. علم میگه وقتی اینا رو به شاه توضیح میدادم و تعریف میکردم که در دیدارم با در واقع سفیر انگلستان چه گذشت، شاه برمیگرده میگه به او بگو اگه یه دوست دیگه مثل شما داشته باشیم احتیاجی به دشمن نداریم. آخرین موضوعی که میخوایم در موردش صحبت کنیم و خیلی جالبه، بحث مذهبی بودن شاهه که توی قسمت اول یادداشت‌های علم که تو پلیلیست یادداشت‌های علم هم موجوده ما توضیح دادیم که چه بودجه‌های زیادی و صرف امور مذهبی میکرد شاه و کلاً چقدر آدم مذهبی. حالا بیایید تو خاطرات علم ببینیم وقتی این دوتا با هم یه تعارض کوچولویی پیدا بکنن، شاه سنت ایرانی رو انتخاب میکنه یا اسلامی و کدوم واسش اولویت داشت. علم تو خاطرات جمعه 1348 میگه امروز صبح مراسم سلام عید بود و باز هم مثل سال گذشته شهبانو تشریف آوردند. ولیعهد برای اولین بار پیام نوروزی فرستادند. خیلی قشنگ و خوب خواندند. امروز مصادف با 2 محرم بود. قبلا عده‌ای به عرض شاهنشاه رسانده بودند که چون دهه عاشوراست خوب است سلام منعقد نشود. علم میگه رفتم پیش شاه و گفتم من کاملا مخالف اینم و نباید مسائل ملی و سنت‌های ملی و فدای مسائل دیگه و محرم و اینا کرد. شاه هم توی جواب برمیگرده میگه کاملا موافقم. بعدش علم یه خاطر از شاه عباس به ذهنش میرسه و تو خاطراتش مینویسه و میگه به خاطرم آمد که شاه عباس کبیر روز 19 رمضان به کلیسای ارامنه جلفای اصفهان رفت. شراب‌هایی که می‌خواست برای پادشاه اسپانیا بفرستد شخصاً چشید و طعم کرد. به وزرا و درباریا هم امر داد با آنکه روزه بودند شراب را طعم کنند و تصدیق کردند که خوب است. بعد آن را برای پادشاه اسپانیا فرستادند. وقتی قدرت باشد همه این مسائل حل است. در انتهای این برنامه علم در مورد این که شاه بالاخره آدم باهوشی بوده یا آدم ساده لوحی میگه چندی پیش یکی از مسئولان امر راجع به حل مسائلی که با عراق داریم اومد و وعده هایی داد. همان وقت نوشتم که از هوش شاه در عجبم که چطور چنین مهملاتی را قبول می نمایند. امروز معلوم شده که عراقی ها هیچ حاضر به چنین معاملاتی نیستند. یعنی حتی رژیم متزلزلی هم جرأت ندارد چنین معاملاتی بکند. در حقیقت علم اینجا داره در مورد قرارداد الجزایری صحبت میکنه که بعدها بسته میشه و اتفاقا با پاره کردن همین قرارداد جنگ ایران و عراق بعدها شروع میشه و این قرارداد در نهایت و خیلی هم اتفاقا به نفع ایران و پاره کردن همین قرارداد توسط صدام حسین جنگ ایران و عراق رو آغاز میکنه.